یه غذای فوری و فوق‌العاده خوشمزه که کلی تو وقتت صرفه‌جویی میشه. چی از این بهتر؟ 3 عدد سیب زمینی متوسط و رنده درشت بزنید و داخل کاسه بریزید. روش آب سرد بریزید و 10 دقیقه بذارید کنار. سیب زمینی ها رو از آب خارج کنید. و با دست فشار بدید تا هیچ آبی نداشته باشه. دو عدد هویج رو رنده کنید. یک عدد پیاز بنفش رو خرد کنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید، پیاز، هویج و سیب زمینی ها رو اضافه و کمی تفت بدید. یه قاشق غذاخوری کره، یه دسته پیازچه خرد شده، یه قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه و یک دست کنید. سه عدد تخم مرغ، نمک و فلفل از هر کدام نصف قاشق چایخوری هم بزنید. یه دسته جعفری خرد شده هم به مواد اضافه کنید. مواد داخل تابه را صاف کنید. نصف پیمانه پنیر پیتزا روش بریزید. بعد مواد تخم مرغی رو اضافه کنید و در تابه رو ببندید. بعد از نیم ساعت برگردونید تا سمت دیگه هم 10 دقیقه برشته بشه. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. حتما درست کن. مطمئنم اونقدر خوشت میاد که میذاریش تو لیست غذاهای همیشگیت. نوش جان. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.